سلام، خوش اومدیم به دومین ویدیو از کانال یوتیوب من. همونطور که دارین میبینید دارم زرورق آروم میکنم که سورپرایز بشید و هیجان زده بشید از اینکه چجوری این گربه رو به صورت برچسب انداختم روی دستم. آقا اینجوری شروع شد که من نقاش گربه ها هستم، البته چیزای دیگه هم نقاشی میکنم، ولی تصمیم گرفتم که با کلا گربه به یه نتیجه برسم، چون من خودم هم بشه آدم کت پرسنی هستم و گفتم بذار گربه رو نقاشی کنم. خلاصه گفتم بذار رو دستم ویسکی رو بکشم. ویسکی اسم گربه خودمه. اما این وسط یه دفعه چشمم خورد به زرورق. بعد گفتم خب من میتونم از این به عنوان یه برچسب استفاده کنم. آقا چیکار کنم چیکار نکنم؟ هیچی دیگه، هیجانی شدم و زرورق رو گذاشتم جلوم و شروع کردم به کشیدن گربه. برای طرح زیرش که خب گوشیمو به عنوان میز نور استفاده کردم، تابلو قیافش که کپی شده اینجوری انداختم روش و خطای دورش رو کشیدم و دیگه شروع کردم به نقاشی کردن. خلاصه حالا فعلا به خاطر اینکه کانال یوتیوبم تازه هست و بلد نیستم که چجوری روی یوتیوبم آهنگ بذارم که کپی رایت از این داستانا نخورم و اینا، گفتم پس زمینه فعلا صدای خودم رو داشته باشید. میکروفونم که هنوز ندارم که براتون می‌خواستم ویدیوهای ASMR در آینده ضبط کنم، صدای قلم بیاد روحتون شاد بشه، خوشتون بیاد و از اینجور داستانا. خلاصه فعلا همینجوری یه ذره حرف آموزشی براتون بزنم. نقاشی رنگ روغن که میخواید بکشید، اول بعد تیره ها رو بکشید، بعد روشنه رو بکشید. اگه اول روشنه رو بکشید کثیف کاری میشه، به خاطر اینکه رنگ روغن برعکسه. یعنی شما سفید بزنی نمیتونی به این راحتی اینو تیره کنی، ولی اگه مثلا یه تیکه سیاه ورداری به راحتی میتونی اینو روشنش کنی. خلاصه هیچ دیگه، واسه همین اول سیاه ها رو شروع کن. در ادامه اول یه لایه رنگ زیرا رو میکشی، بعد دیگه شروع میکنی رنگ به رنگ سایه روشن میای سایه روشن میای تا دیگه مثلا برق چشم و این داستانا رو میندازی و دیگه میرسیم به اینجا. یه سایه هم زیر خط گردنش میزنیم و سیبیل و ابرو و از این جور داستانا. خلاصه دیگه نگم براتون، اینو ور میداریم و خیلی با احتیاط میچسبیم. اینجا من استرس داشتم، فکر کن خراب میشد اصلا خیلی ناراحت میشدم. ببین البته بگم من انتظار خیلی بیشتری داشتم. یعنی اینجایی که اینجوری آهسته اینو کندم گفتم الان زیرش طرح میفته غلیظ، به خدا یه کوچولو رنگ روغن مثلا گوشه یه قلم بخوره به دستم یه جوری رنگ میگیره که نگم براتون. بعد اون وقت اینجا اینقدر کم رنگ افتاده. خلاصه اینم که دختر خودم و نقاشی از رویشون کشیده شده و از اونجایی که خب رنگ روغن خیلی واسه پوست خوب نیست، تا این ویدیو رو گرفتم دیگه سری دیگه جمعش کردم، دیگه تون ریکا رو زدم، ترسیده بودم وقت پوستم حساسیتم نده دیگه. هیچی دیگه قشنگ حسابی شستم و آره این کار تو خونه شما امتحان نکنید، یه وقت آسیب میبینی، حساسیت میبینی، رنگ روغن خوب نیست واسه پوست. خلاصه که عرضم به حضورتون که اگر از این ویدیو خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و ازم حمایت کنید تا دیگه ببینیم به کجا میرسیم.